کرشقا آقا بریم خبر جدید از وضعیت امیر تتلو رو با هم ببینیم. لایک و ساب یادتون نره، خیلی عشقید. در خصوص پرونده آقای تتلو که گفته میشه توی بیمارستان روانی بستری هست، آیا صحت داره؟ و پرونده آقای مقصودلو دیگه، آقای داوود قفاری معروف به داوود هزینه، پرونده اون در چه مرحله هست؟ معروف به داوود هزینه. من خوبه نشیدم دیگه. اما نسبت به متهم امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو، از زمان بازداشت اونچه که اطلاع داریم تا کنون به هیچ عنوان اعم از بیماری جسمی یا روانی به خارج از زندان اعزام نشده. اینجا مشکلی نداره و در زندان هم کماف سابق به سر میبره. یک پرونده ایشان همطور که قبلا هم اطلاع رسانی کردیم با متضمن کیفرخواست صادره به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده، در وقت قرار داره، یعنی دادگاه محترم برای ایشان وقت رسیدگی قرار داده و انشالله در ایام پیش رو رسیدگی خواهد شد. ما هم وقت رو اطلاع رسانی خواهیم کرد و در مرحله میتوانیم بگیم در حال یا در مرحله فرایند دادرسی است. پرونده های متعدد دیگه هم ایشان داره که اینها هم در نشست های قبلی من اطلاع رسانی کردم و دیگه فکر بکنم که نیاز به ابراز این مطلب نیست. اما راجع به آقای داوود قفاری که اشاره فرمودید با هر معروفیتی که داشت، آنچه که اطلاع داریم برای ایشان اعلان قرمز شده بر اساس مقررات، اما تا امروز به دادسرای عمومی انقلاب تهران ایشان معرفی نشدند و پیگیری های مجدانه از طریق دستگاه های زیرربط صورت گرفته. امیدواریم که به زودی زود ایشان به کشور مسترد بشه. این چیزی که تا این مرحله میتوانم عرض بکنم.